دوستان عزیز سلام. فرض کنید که F از بازه بسته A و B به R یک تابع پیوسته باشه. نشون بدید که هر R و S رو در بازه A و B دلخواه در نظر بگیریم، حداقل یه نقطه‌ای مثل C در بازه A و B میشه پیدا کرد که مقدار FC با این عبارت برابر باشه 1/1402 در FR به علاوه 1401 تقسیم بر 1402 در FS. خب نقطه در واقع کلیدی این سوال برای پاسخش شرط پیوسته بودن تابع F هست روی بازه A و B که به ما اجازه میده از قضیه مقدار میانی توابع پیوسته استفاده کنیم. قضیه مقدار میانی برای توابع پیوسته به ما میگه که اگر یک تابع fxی داشته باشیم که بر بازه بسته A و B یک تابع پیوسته باشه و دو تا نقطه دلخواه R و S رو متعلق به بازه بسته A و B انتخاب کنیم، در این صورت هر مقداری مثل T رو انتخاب کنید که بین FR و FS انتخاب بشه، حداقل یه نقطه‌ای مثل C در بازه A و B پیدا میشه که FSC با اون مقدار T برابر خواهد شد. معنیش چیه؟ یعنی اگر تابع F دو تا مقدار FR و FS رو بگیره، همه مقادیر بین FR و FS رو هم در یه نقطه‌ای بین همون بازه A و B اختیار خواهد کرد. خب از این قضیه میتونم برای خاصیت بالایی استفاده کنم. خب برای حل این سوال حالا به صورت این عبارت یه بار دیگه دقت کنیم. R و S دو تا نقطه دلخواه بازه A و B هستن. ببینید هیچ محدودیتی در مورد R و S نداریم، کدوم بزرگتر هست، کدوم Fش مثلا از F دیگری بیشتر، هیچ محدودیتی نداریم. چون اینها در واقع دو تا اسم هستن، میگم یک فرض رو میشه قائل شد. بگیم فرض کنید که مقدار مثلا FR کمتر یا مساوی با FS باشه. طبیعیه دیگه، دو تا عدد FR و FS که داریم، یکی همیشه از اون یکی بزرگتر یا مساوی خواهد شد. من فرض میکنم اونی که Fش بیشتره در نقطه S باشه. فرض کنید FR کمتر یا مساوی با FS. در این صورت میتوان نوشت. خب حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. به این کسر نگاه کنید. این همون چیزیه که در صورت سوال میخوایم که ثابت کنیم با FSC برابره. خب ببینید من میتونم به جای این عبارت FR که اینجا قرار گرفت یک مقدار بزرگترش رو قرار بدم. طبق فرضی که بالا قائل شدیم میتونم یه مقدار بزرگتر یعنی FS رو قرار بدم. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. میشه 1/1402 در FS به علاوه، خب عبارت کناری هم خودش رو بنویسیم، 1401 تقسیم بر 1402 ضرب در FS. خب اینجا اگر توجه کنیم هر دوتا مخرج مشترک 1402 رو دارن، صورتها با هم جمع میشه 1402 تقسیم بر 1402 ضرب در FS که این با خود FS برابره. خب از طرف دیگه این عبارت رو میتونم بگم بزرگتر یا مساوی هست. این بار به جای FS مقداری که از این فرمول گفتیم همیشه FS از FR بزرگتر یا مساویه، پس به جاش مقدار کوچیکتره رو قرار میدم. پس مشخصه که این کسر کوچیکتر خواهد شد. با همون استدلالی که اونور داشتیم دوباره اینجا میشه 1/1402 در FR به علاوه 1401 تقسیم بر 1402 قرار شد به جای FS FR رو جایگزین کنم. خب با همون استدلال اینجا مخرج مشترک بگیریم و سادهش کنیم، این حاصل میشه FR. چه اتفاقی افتاد؟ اون بخشی که در صورت سوال مطرح شده بود و میخواستیم در موردش نتیجه گیری کنیم با FSC برابر هست، اگر این مقدار رو اسمش رو T بگذارم، الان چیزی که ثابت شد مقدار T عددی هست بین FR و FS. خب قضیه مقدار میانی رو به یاد بیاریم. میگفت که اگر این شرایط برقرار باشه، بنابر قضیه مقدار میانی برای توابع پیوسته مقدار T
با یک FSC برابر خواهد شد، یعنی وجود داره یک C در بازه A و B که مقدار FSC و مقدار T با هم برابر هستند. این دقیقاً چیزی بود که از ما در سوال خواسته شده بود که ثابت کنیم. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.